سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 18 آگوست تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پرزیدنت سابق اسماعیلی های تاجیکستان از سوی کمیته دولتی امنیت ملی بازپرسی شده است. مهاجر بچه ها را برای پول میکشت. 25 سال حکم زندان سوراب کریمزاده. بازداشت پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف برای آدمکشی. بلاگر زاده بدخشان مقصود غیاسوف در مسکو دستگیر شد. دو برادر باقر به 8 و 28 سال زندان محکوم شدند. قصد سفر سوریه داشت. بازداشت یک مهاجر تاجیک در داغستان روسیه. و اکنون تفصیلات خبرها. شرافت محمد انبارова، پرزیدنت سابق شورای امامت اسماعیلی های تاجیکستان و خواهر آوازخوان مشهور زاده بدخشان الفتمو محمد انبارova طی چند هفته آخر از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان چندین بار در رابطه با حوادث اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان بازپرسی شده است. پرزیدنت شورای امامت اسماعیلی های تاجیکستان بلندترین مقام در بین طرفداران این مذهب به شمار رفته. مس پرزیدنت شورای امامت از اسماعیلی های تاجیکستان در نزد دربار آقاخان نمایندگی میکند. آقاخان امین طور فرمان و طلیقه های خود را به پیروانش در تاجیکستان نیز توسط شورای امامت و جماعت خانه ها و خلیفه هایش میرساند. یک منبع پایگاه خبری بامداد گفت محمد انبارova حالا در خاروخ قرار دارد و دفعه آخر او را 8 ساعت بازپرسی کردند. محتوای این بازپرسی ها را به سبب مور مخفی داشتن پرونده حوادث بدخشان کسی شرح نمیدهد. مقامات تاجیکستان درباره بازجویی شدن پرزیدنت سابق شورای امامت اسماعیلی ها تا حال اظهار نظر نکردند. خود شرافت محمد انبارova که 68 سال دارد و دو نوبت 3 سالی پرزیدنت شورای امامت اسماعیلی ها انتخاب شده است نیز درباره این قضیه چیزی نگفته است. رادیوی آزادی نخستین منبعی که از بازپرسی شدن شرافت محمد انبارova خبر داد از قبل یک کارمند سازمان آقاخان نوشت که روزهای 13 و 14 آگوست به کمیته امنیت ملی دعوت شده است، ولی منبع بامداد گفت شرافت محمد انبارova چند مدت باز تحت فشار قرار دارد و لکه 56 بار برای بازپرسی دعوت می شود. شرافت محمد انبارova 1 یونیو سال 1954 در شهر خاروخ به دنیا آمده. سال 1976 شعبه انگلیسی فاکولته زبانهای خارجی دانشکده دولتی آموزگاری شهر دوشنبه به نام شفچنکو را ختم کرده است. او سالهای زیاد در دانشکده و در دانشگاه دولتی تاجیکستان و از سال 1993 تا 2000 در دانشگاه خاروخ کار کرده. از سال 2000 رهبر برنامه انسانشناسی بنیاد آقاخان را بر عهده داشت. سال 1995 وقتی که آقاخان بار اول از تاجیکستان بازدید کرد، یکی از ترجمانهای او شرافت محمد انبارova بود. او را از نفران خیلی نزدیک به این رهبر روحانی اسماعیلی های جهان و از افراد مورد اعتماد آقاخان نام میبرند. کلیگ پرونده های جنایتی دادگاه عالی تاجیکستان ساکن شهر وحدت کریمزاده سوراب ابراهیم را بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان 104 قسم 2 آدمکشی و 249 قسم 3 بندهای اگ رازنی گناهکار شناخته به 25 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. بنا به خلاصه تفتیشات و دادگاه، سوراب کریمزاده هنگام در شهر ستوپنی ولایت مسکو روسیه قرار داشتنش با شورت رستموف نامزاده ازبکستان زبان یک کرده در سالهای 2016 و 2017 با مقصد غارت دست کم 2 مهاجر لطفالله رحمانوف از تاجیکستان و اسماتوف از ازبکستان را با راه فریب به ماشین به جایهای بی‌آدم برده هر دو را بوغی کرده کشتند و پول و تلفن‌هایشان را به یغما بردند. معلوم شده است که این 2 روزن از کیسه لطفالله رحمانوف بعد کشتنش همگی 4000 روبل و یک تلفن ارزانک نوکیا غنیمت بردند و از کیسه اسماتوف همگی 1000 روبل و یک تلفن تمغه سامسونگ. تفتیش پرونده را دادستانی شهر وحدت انجام داده و حکم سوراب کریمزاده از جانب دادگاه عالی هنوز روز 29 ایول سال 2022 صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان تازه روز 18 آگوست بعد حکم قانونی گرفتن این حکم برخی تفصیلات این پرونده را نشر کرد. از بس که قانونهای تاجیکستان استرداد شهروندانش به کشورهای دیگر را اجازت نمیدهد، پرونده سوراب کریمزاده بعد دستگیر شدنش در خود تاجیکستان تفتیش و محاکمه شد. قانونگذاری تاجیکستان به دادگاه‌های این کشور اجازت می‌دهد که شهروندان تاجیک را برای جنایت‌هایی که در کشورهای دیگر صادر کردند محاکمه کند و جزا بدهد. سانه 5 آگوست سال 2022
جسد با یک بیرمی مخصوص کشته شده و به خون آغشته زاکرزاده محمد جاوید توجیدین سال تولدش 1999 ساکن دهه چارباغ نویه ورزاب را از یک مکان بی آدم در نزد کارخانه شغل بروری واقع در نویه فردوسی پیدا کردند. در نتیجه کارکرد معلومات فوری و جستجویی کارمندان میلیس دوشنبه باعث گرم همچون گمانبر در صادر کردن این جنایت مدهش آدمکشی شهروند رحیموف سید احمد سید مومینوویچ سال تولدش 2000 ساکن شهر دوشنبه فرزند پهلوان شورتیار تاجیک مرحوم سید مومین رحیموف دستگیر کرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی خبر داد که در جریان پیشبرد کارهای تفتیشات معین کرده شد که گمانبر شونده سید احمد رحیموف قبلا با مرحوم محمد جاوید زاکرزاده مناسبت‌های مالیوی و داد و گرفت قرضی داشته. مناقشه‌های بین آنها و جنایت آدمکشی نیز ریشه در نافهمی‌های بین هر دو در مسائل پول داشته است. سید احمد رحیموف از قبل نقشه کشتار کشیده به همین مقصد با کار مسلح شده و روز 5 اوگوست جبر دیده را مخصوص به یک مکان بی‌آدم و کس ناگزیر آورده است. در محل رزبار در نزد کارخانه شغل بروری بحث هر دو به مناقشه می‌پیچد و سید احمد رحیموف محمد جاوید را با 16 ضرب کارد به هلاکت رسانیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تفصیلات دیگر نداده است، ولی نزدیکان جوان کشته شده قبلا به هفته‌نامه فرج گفتند که سید احمد و محمد جاوید همسن بودند و سید احمد برای آن دست به جنایت زد که محمد جاوید از وی 20,000 سامانی پول قرضش را طلب کرده است. مطلوبه غنی و مادر محمد جاوید روز 7 اوگوست به رادیو آزادی نیز نقل کرد که سبب مناقشه مسئله قرض بود. همان روزی که مرده پسرم را آوردند ساعت 1 یا 2 بچه من بلیط داشت، باید میرفت ترکیه. خیری خوش کرد. به رفیقش که همصنف نیز است گفت پول را دادن نتوانستی؟ میگفتی نمیتوانم. رفیقش وعده داد که میدهم. رفتیم خانه خسرم، پول را ندیم گفته بچم را 16 کارد زده کشته است، افزود مطلوبه غنی و مادر محمد جاوید. محمد جاوید به تجارت مالی از ترکیه مشغول بوده است. جوان بازداشت شده سید احمد رحیموف به اطلاع پیوندانش ختم کرده اکادمی وزارت امور داخلی می باشد. خانواده او در دوشنبه نخواستند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند، ولی در صحبت بدون ثبت گفتند سید احمد آداب و اخلاق خوب دارد و هیچ باورشون نمی‌آید که او دست به چنین کار زده است. پیوندان او ادعا کردند که مرحوم محمد جاوید برای بازپس گرفتن قرضش بارها به سید احمد تهدید کرده است. مادر جوان فوتیده این ادعا را بی اساس می‌نامند. به ضد رحیموف سید احمد بر اساس قسم 2 ماده 104 با اتهام کشتار با بیرمی مخصوص پرونده جنایتی گشودند. بر اساس این بند قانون به او از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. او حالا در حبس پیشکی قرار دارد. سید مومین رحیموف که سال 1946 در دهه چاربلوغ حاضره نویه تیمور ملک به دنیا آمده سال 2009 در دوشنبه وفات کرد. نخستین پهلوان تاجیک است که سال 1975 در گشتین سامبو سزاوار عنوان قهرمان جهان شد. پهلوان نامدار در آرامگاه لوچو به خاک سپرده شده. دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان حالا به نام سید مومین رحیموف گذاشته شده است. مقصود غیاسوف یک فعال جامعه شهروندی، عکس بردار و بلاگر زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 7 اوگوست سال 2022 در شهر مسکو دستگیر شده است. تلگرام کانال پامیر دیلی نیوز که حوادث مربوط به بدخشان را پیگیری میکند و اولین شده خبر بازداشت غیاسوف را نشر کرد، حدس زده است که او را شاید الکی به تاجیکستان فرستاده باشند. در تاجیکستان هنوز 1 سال پیش نسبت به مقصود غیاسوف پرونده گشوده او را یک مدت حبس خانگی هم کرده بودند. پامیر دیلی نیوز می نویسد که مقصود غیاسوف وقتهای آخر موقع کاملا بی‌طرفی را اختیار کرد و درباره وضع بدخشان اظهار نظر نمی کرد. مقصود غیاسوف در بین بدخشانی‌ها با ویدیوهای طنزآمیزش در کانال بوبینگ 04 در اینستاگرام و با ابراز طنزآمیز خودش بافته با نام شوویس معروف بود و از کمبودی‌های مقامات بدخشان نیز انتقاد میکرد. مقصود غیاسوف عکسبردار و بلاگر شناخته بوده، همچون رضاکار نیز زیاد فعال بود. او از جمله در روزهای پاندمی کرونا ویروس در خاروغ باعث رضاکار به مردم و طبیبان کمک میرساند و امروز با بلاگر دیگر بدخشان کامچک میرزایف مسئله وضع ناگوار بیمارستان خاروغ را که برای تمام بیماران همگی یک یخدان داشت رسانه‌ای کرد. بعد نشر عکس‌ها از بیمارستان زادگان بدخشان یک معرکه سراسری جمع‌آوری کمک‌های خیریه برای بیمارستان خاروغ را به راه انداختند. مقصود غیاسوف 1 سال پیش از رئیس وقت بدخشان یادگار فیضوف برای جلب خوانندگان مکتب‌ها و دانشجویان
به مراسم پردبدبه پیشوازگیری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با لحن تند انتقاد کرده بود و مقامات او را برای تحقیر نماینده دولت حتی حبس خانگی کردند. ولی یادگار فیضوف که با حسن تعاملش نسبت به انتقادها معروف است، خودش از مقامات خواست که بلاگ را جواب دهند و حیات این جوان را نسوزانند. او بعد آزادیش به مسکو رفت و از آنجا هم به فعالیت بلاگریش ادامه داده با نامهای مستعار به خصوص بعد اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 از رئیس نو ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزانباد و دیگر مسئولان انتقاد میکرد. ترول‌های طرفدار حکومت چند بار تهدید کرده بودند که مؤلف آن تنقیدها بودن مقصود غیاثوف را معین کردند و بهتر است که او خودش برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند وگرنه از مسکو با زوری آورده خواهد شد. مقصود غیاثوف در اینستاگرام کانال بابنگ 04 را میچرخاند و به شوخی‌های بی‌آزار غیر سیاسی گذشته اساساً بیت‌های را از آثار کلاسیکان با کمی تغییر آهنگ و شوخی آمیز قرائت میکرد. آخرین ویدیوش روز 17 اوگوست به احتمال غالب قبل از بازداشتش گذاشته است. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. تلگرام کانال پامیر دیلی نیوز که حوادث مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، شام 17 اوگوست سال 2022 با تکیه به منابعش از خارق خبر داد که دادگاه اکرم محمد باقروف را، یکی از برادران محمد باقروف معروف به باقر، لیدر غیر رسمی کشته شده این ولایت را به 8 سال زندان و طاهر محمد باقروف برادر دیگر او را به 28 سال زندان محکوم کرده است. بنا به اطلاع این نشریه، همچون استاد فن تربیت جسمانی از محله برخورق مزاربان به 8 سال زندان و یکی از یاران نزدیک باقر گلنظر امامیار بیکوف به 20 سال زندان محکوم شدند. درباره با چه اتهامات محکوم به زندان شدن دو برادر باقر و دو ساکن دیگر برخورق پامیر دیلی نیوز یگان معلومات نداده است. پلکاونیک مصطفی قشونهای مرزبانی و سابق فرمانده نیروهای مخالفین در بدخشان محمد باقروف 22 ماه سال 2022 به طور مرموز در موضع بوینه در کنار محله زستش محله برخورق کشته شد. طرفدارانش قتل او را کار دسته نیروهای دولتی مینامند، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک اطلاعیه گفت باقر بر اثر مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد. باقر که 59 سال داشت، لیدر غیر رسمی اعظم پرنفوذ در بدخشان به شمار میرفت. بعد مرگ او موج اعتراضات در این ولایت مختار در شرق تاجیکستان خاموش شد. پس از کشته شدن باقر، مقامات 10 نفر از طرفداران و خویشاوندانش از جمله برادران و جنهای این لیدر سرکش را به حبس گرفتند. مقامات تفتیشاتی جمهوری داغستان روسیه به ضد یک شهروند تاجیکستان که در شهر ازبرباش زندگی میکرد با اتهام اشتراک در فعالیت گروه‌های مسلح یک سازمان تروریستی در روسیه ممنوع پرونده جنایتی گشودند. خدمات مطبوعات ریاست فسب داغستان روز 18 اوگوست سال 2022 در یک بیانیه مطبوعاتی خبر داد که این زاده تاجیکستان میخواست به سوریه رفته به گروه‌های مسلح مربوط به سازمان تروریستی دولت اسلامی بپیوندد، ولی دستگیر شد. شهروند تاجیکستان میخواست از فرودگاه مخچکله به شهر استانبول ترکیه پرواز کرده سپس از مرز ترکیه با سوریه عبور کند، ولی او را مقامات حفظ حقوق دستگیر کردند. گفته می شود در اطلاعیه ریاست فسب داغستان اکنون به این شهروند تاجیکستان بر اساس قانون‌های روسیه تا 20 سال زندان تهدید میکند. اسم او نشر نشده است. نظر خود دستگیر شده و یا نزدیکان او دسترس نیست که آیا به این اتهامات به ضدش اعلان شده چه نظر دارند. در سالهای آخر 10 مهاجر تاجیک در روسیه با اتهام مربوط به تروریسم، اکستریمیسم دستگیر و محکوم به زندان میشوند. در دوشنبه به این نظرند که شهروندان تاجیکستان اکثرا در دوره در روسیه در مهاجرت کاری قرار داشتنشان به دام فریب مبلغان گروه‌های افراطی میافتند. حامیان حقوق نیز میگویند که مهاجران کاری در روسیه به دلیل بی‌حقوقی و وضع رقتبار کار و زندگیشان تومه آسان برای مبلغان عقیده‌های افراطی میشوند. حالا در زندان‌های روسیه بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان ادای حکم میکنند. 10 نفر آنها با جرم‌های مربوط به تروریسم و تندگرایی زندانی شدند. 17 اوگوست سال 2022 در بازی‌های پنجم همبستگی اسلامی در شهر کونیه ترکیه تیم دوزودو تاجیکستان در سبقت دستوی صاحب مدال برنجی شد. به این دلیل شماره عمومی مدال‌های هیئت المپی تاجیکستان در این اسلامیاده در قوه‌آزمایی‌های دستوی تیم دوزودو تاجیکستان نخست با تیم ازبکستان باید سبقت میکرد،
ولی گشتینگیران ازبکستانی از رقابت دست کشیدند. در چهارک فینال پهلوانان تاجیک بر دسته سنگال غالب آمدند ولی در نیم فینال از تیم آذربایجان شکست خوردند. سپس در قوه‌آزمایی برای جای سوم تیم تاجیکستان توانست دسته قزاقستان را مغلوب کند و نشانه‌های برنجی اسلامیاده را به دست بیاورد. تا امروز از دسته تاجیکستان الدر احمدیف در مسابقات ورزش سبک، اکاترینا ایشنکا در تنیس روی میز، کامرانشاه استوپریان در گشتین جودو مدال نقرگی به دست آورد. اسلمجان عزیزوف در وزن 55 کیلوگرم در گشتین یونانی رومی، فیروز میرزا رجبوف در وزن 63 کیلوگرم در گشتین یونانی رومی، شادمان رضایف در وزن 81 کیلوگرم در گشتین جودو، ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلوگرم در گشتین جودو و تیم جودو تاجیکستان در مسابقه دستوی مدال برنجی به دست آوردند. بازی‌های پنجم همبستگی اسلامی در کونیا شام 18 آگوست با نتیجه گیری از مسابقه‌های کاراته، کمانوری، کیک باکسینگ انجام می‌یابد. ورزشکاران تاجیک در ورزش کاراته به میدان می‌برند. شام 18 آگوست مراسم پوشیده شوی اسلامیاده کونیا دایر می‌گردد. پس از نتیجه گیری 9 روز مسابقه بازی‌های پنجم همبستگی اسلامی کشور میزبان ترکیه پیشرفت است. ورزشکاران میزبان سزاوار 303 مدال، 127 طلا، 97 نقره، 79 برنجی گردیدند. ازبکستان با 46 مدال طلا، 38 نقره، 56 برنجی در جای دوم. ایران با 38 مدال طلا، 41 نقره، 48 برنجی در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان با 3 مدال نقره و 5 مدال برنجی میان 56 کشور اشتراکچی اسلامیاده در زینه 29 جای گرفته است. نظرها به اینکه تیم ملی تاجیکستان در اسلامیاده کونیا تا کنون 8 مدال به دست آورده است گوناگونند. بسیاری‌ها این را به خصوص یگان مدال طلا نگرفتن ورزشکاران تاجیک را علامت بحران جدی در ورزش تاجیک می‌شمارند و از آن اظهار حیرت می‌کنند که ورزشکاران تاجیک در اسلامیاده نظر به جمهوری‌های همسایه حتی از قرقیزستان به مراتب مدال کمتر به دست آوردند. چه رود به مقایسه با ازبکستان که از لحاظ شماره مدال‌ها در بازی‌های کونیا بعد تیم میزبان ترکیه زینه دوم را به دست آورده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.